هل کسی ببخشید او دکم که کاری ما را پیش است نبو مایه کامل کنه تار بنده این همچنین شما واجهه این امیر واجه امیر جز که تو چطور فهمید و عمر امیه چون که ماتم دروغ باطلی هستین در این ماتم مسرگی مسکری چطور من بگیریم جای کندگ امیر بود تو چطور فهمیدم که ماتم ماتمی عمر امیه ورش هرچی هسته ترا معلوم بیته امیر زاند که در یک کار مطلبی ها صبری کو پس چایی که تدپین که فارغ بیته پیرا پیرزال ما تابوت تو که پیست و جنازه زور تو امیرا همین فهم همراه تابوت روان بیتن دهنه که دخمه کباد شهریار که رسته گوری کود که مرده دفن کو بعد چای هر کس در مقام وطی لوگا وطی را پادشاه من بارگاه وطی یاد حمزه نیزه من بارگاه وطی حمزه هم وجه وطی بارگاه رفت حمزه گوشت که ای عمر امیه چون تو زاند که ماتم دروگی هستی مرنگار نمرده عمر امیه گوشت ای امیر خاطر جنب به اندیشه در خاطر مکن که مرنگار نمرده بختک این مکر حجت آئی طلب کنگ واسطه این پیدایی کتگ من چه پرست زانتم پرچه که ماتم دروغ باطلی پنهان کته در این ماتم کته کسی چه به طرف یعنی به قلبی گریوگا نه که معلوم بیت که دروغی هستی اگر اجازه بده من رام آ تابوتا بیارم امیر گوشت اگر تونه آ تابوتا بیاره تا دل منی قرار بگیری عمر امیه چه بارگاه دنا رفت راه وجه کباد شهریار پیش کرد در اثناء راه دید که یک دایی مرنگاره که همیشه در خدمت آیی بیته شوخی مسخره مکنگه شیرنی گپتگه مروگه عمر امیه تد که خلق دایی گپتی و نگاهی داشت تا وقتی که آیی مرد چون جامعه دایی هم پوشت و وطاره به صورت دایی کت و دارو بیهوشی و شیرنیان توکا رد کی در مقبره ات که مجاوران مقبره دادی چون شیرنی و حلوا آهنوار تماما بیهوش بیتن عمر امیه گوری چه طرفا پایگاهی که جتکته کتکته تابوتی در نا آورد با کوپگی کو پیش امیری آورد چون حمزه تابوت پچکو دیتی پیرزن 100 ساله ما تابوتا کپته با مجرد گندگا کندیتی با عمر امیه آپرین گوشت و خلطی با یه بخشت و گوشت این کار بخته هستی مرچی جان آیه چه دسته منی کجا بود بلحال سوار بیت من بارگاه شایعت گوشتی بگری بخته که بکشی بخته تات با پاد امیر کپت گوشتی ای پهلوان جان عرضی دارم اگر بوشی به فرمای بوشم پهلوان گوشت چی گوشه بخته گوشت من با شاه بحث کتا شاه گوشت حمزه عاشق صادقی من گوشت صادقی نه با این امتحان ای ما کار کتا امیر گوشت ای بخته تا این زمان به شما معلوم نبید که ما عاشقیم صادقم بخته گوشت این زمان به تحقیق زاندو که پهلوان عاشق صادقی هستین که اگر خبر من قبول نکنه شاه جز کن آقا بخت که با جانب عمر امیه اشاره کد که ترا 1000 سکه زر دام جان منی خلاص کن و چون که پهلوان کیفیت چه شاه جز که شاه گوشت راست گوشی میان من آیی
گروبندی بیتا که ای پیما ما کتا. عمر امیه هم گوشت که ای امیر معلوم هستی که بختک راست باشی. امیر گوشت ای دوست ایار پدر رشوت گرفت، دستور داد که آن ناپاک دغلباز رها کد. والله عالم مجا داستان چون که نوشیروان چیه که موفق نبی بختکی پدا به حضور طلبت که ای وزیر مکار دیگه چه حیله سازه. بختک و تدبیر جستن فکرون کتا که اگر امیر 1000 جانی بی یکی به سلامت و در نباش. شاه گوشت آچه حیله است گوشتی چون که امیر بانده در بارگاه حاضر بی صورت حساب 3 ولایت به حضور من کارم. شاه چمان جست کنته که چیم من گوشم که صورت حساب 3 ولایت هستم. یکی یونان، دومی روم، سیمی مصر که 3 سال هستین در این ولایت خراج نرسته. پادشاه گوشی که پرچیا به چه سبب قصور خزانه ملک بیده. من چیزی جواب دام چیزی گوشم و که امیر کار خیر همه دوانه کند که در ولایت روان بیده. وقت نامه به گردن کشان ولایت لکن که به هر طوری بیده حمزه بکشن. پس همه زمان فرمانه به این مضمون لکن که به کاستانی سپرده کنی. چون روز دیگه بیت امیر در خدمت پادشاه سر به زمین به کرسی جهان پهلوان نشت. تمام آرت وارته و پادت کن پیاله من گردش درارت. حریفان سرمست بیتن بختیار چه کرسی و پادت کاغذ 3 ولایت به حضور شاهی ایر کتن. گوشتی ای شاه عادل 3 سال است این خراج چه ای 3 ولایت در پایتخت نرسته. شاه گوشت به چه سبب نرسته. بختک گوشت تا گستم بیتگه چه هر ولایت خراج سال به سال به قاعده مایگه. چه روچه که آی ربطه سلاطین تمام دورکش بیتگه. امیر چه جاگه پاده گوشتی تا خراج 3 ولایت به درگاه جهان پناه میارون نام مهرنگار به زبان نیارون. در ساعت عمر مهدی که گوشتی تدارک لشکر ببنده. بعد گوشتی ای بخت راهنمای همراه من بکن که راه ولایتانی من نزانم که شهر بزن. بخت که گوه ای شاه اگر حکم فرمانی کارون دیوبند در رکاب جهان پهلوان بروته که آئی راهان ولایت شهر زانته که بارها ما ولایتان ربطه گوید که پس کارون دیوبند آورد با پای جهانگیر کبت گناهی آئی اف کد که راهنما پهلوان بید. بختک بیشرم 2 مسکال زر حلاحل به کارون داد. گوشتی ای کارون نزدیک شهر یونان 2 راه هستین یکی نزدیک دومی دور. راهی که نزدیک هستین 3 منزل آبی نی تا امیر به هر حیله که زانه چه راه ببرد تا آیا لشکر چه بیابی طلب ببی و اگر تا آبی لوٹه تا آپان زهر بریچ با آیا بده. کارون دیوبند قبول کو. زهری چه بختگاه گفت و همراه امیر روان بید. منازل و مراحل همه پیما وجه تای کو تا آکه به سر دراهی رستم. کارون گوشت جهانگیر ادا 2 راه هستین یکی نزدیک دومی دوره. راهی که نزدیک هستین یک منزل آبی نی هرچی امر بی بجا کارون. امیر گوشت سهل است که آب یک روچه تمام لشکریان زرد چه همه راه که نزدیک بروان. تمام لشکر با آب یک روچه زرد چه طرف راهی که 3 منزل آب نبیتگه روان بیتن. چون که در منزل ود اتکن چه آبی که زرتگته خرج کتن. روز دوم اوده روانه بیتن. تمام راه آب ندید
فرود نهاد که امیر کارون گوشت چون در این راه آب نیست کارون حوضان خشکی که دیدم گوشت ای پهلوان کب چایی در این حوضان آب بیتا هنی نزانم با چه جهت خشک بیتگم من با خیال بیتگم امیر با منزل فرود نهاد که پیشتر رفتم به این خیال که آب در بگنجم اودا هم آب نیست لشکریان چه تونا به هلاکت رستن گردان عرب به جای وقت اوشتاتن چه راه روگا منتن در سایه درچکی ایر کپتن امیر عمر امیه گوشت ای دوست چند پرسک برو تخصیص آب بکن شاید جای آب پیدا بکنه عمر امیه در جستجوی آب واسه روان بید لیکن امیر چه تونا بیتاب بیتگا با کارونی گوشت ترا آب هستیم کارون اول منکر بید چون که امیر باز اصرار کد 2 مسکال زهر ما آب تگا ردکتی به خدمت امیری آورد گوشتی ای پهلوان نزد من همه قدر آب هستیم امیر کوزه به دستا که گپ دستی به لرزگا لگه مورگا آب توقفی کد در دل خیالی که روچی که کنیزان گستمه در سرندی منا زهر داد وقت هم دست لرزه مرچی هم من لرزگی در همه خیال بیته که عمر امیه که مشکا پر آب نمودار بید بانک جد ای پهلوان جان آبی که کارون ترا داتا موری آپان تو که زهر رد که امیر کوزه به دست کارون داد و گوشتی که ای آپان تا وقت بور کارون کوزه آب گپ به زمین جد که آب با خاک یکی بیتن گوشتی 100 لعنت به من که من یک قدر خدمت امیرون کتگو به من هیچ اعتمادی نکتگی در این بین عمر امیه مشک آب چه کوپگا به زمین ایر کو به کارونی گوشت ای لین آشکار امیر زهر ده پدا گوشه که امیر به من اعتماد نکنته سخن وتی دشمنگا چطور اعتبار کنه کارون گوشت تو چی زانته که من زهر ما آب توگا کتا عمر امیه و بالحال من ترا هنی گوشون تا دروغ راسید به تو معلوم ببی کارنا گوشت بگوش عمر امیه آب که رد که بیتگتن در یک گودالی کمو که منطقه بیتگ آبی گفتن به یک دمان کارون مقابله اوشتاتو گوشتی باری به مجرد ای که چه گوشتا آیه که رفت بدن آیه چه هم متلاشی بید با مرگا انچو که میری عمر امیه اشاره با عمر مهدی کور بکد که ای شکم بزرگ بکش این ناپاکا عمر مهدی تیگ چه پوشا کشه کارون به پاد امیر کب که ای پهلوان صدقه سر وقت ای گناهکار ببخش امیر گوشت پادا چه خطا تیگا گوستم بعد چه آیی که آبی که عمر امیه آورتک بیتگا امیر آورد تمام گردان عرب آورد و لشکر تمام سیراب بیتن کسی چه لشکریان امیر طلب نبید مگه هما مردمانی که کارون چه تونگیا خلاق بیتگا کارون تنها ماند بعد پهلوان چه عمر امیه جست کو که ای دوست تو آب چطور درگه عمر امیه گو ای پهلوان چون من با آب واسه روان بیتون هر سو شوهازون کت هیچ جا آبون پیدا نکد چه تونگی ما عاجز بیتون اوشتاتون قدرت روگ من نیست که ناگهان پیر ظاهر بید چمان جست کو که چه لوٹه گوشتون آب لوٹون که امیر گون لشکر یاران هلاک بیگن پس آیا آب پیر اصاب زمین نجد چشمه آبی ظاهر بی
و من مشک پر آب کت و آب پیرا منا گوشت که به تعجیل برو که کارون امیرا در میان آب زهر مدهگی امیرا من بکن آپان ما وارتیم گوشتون که آب پیر ای پیر نام تی چیه؟ گوشتی نام منی ابوالعباس هستیم، من بنده خدا در صحرا سکونت هستیم. چون نزد امیر رسته سلام مامنیگا بایا برسین و بگوش ای امیر من گو تعجیلت کنم چشمه آب همودا هم دنبال من مایگیم. در همه گفتگو بیتن که چشمه آب رسید هما اسپان تمام اسپان و سیراب بیتن لشکران هم تمام منزل دیگر آب زرد. امیر گوشت ای دوست زانه ابوالعباس کن؟ عمر امیه گوشت من نزانم. گوشتی ابوالعباس حضر علیه السلام هستی که ما را ایانت مکنگه یعنی همراهی کنگه. پس روچ دیگه چه آج آگه کوچ کد در 4 پرسخی یونان فرودت کن و در یونان پادشاهی هسته که آیا حدیث یونانی گوشتگد آی نام حدیث یونانی بیتوجه آی نام گوشته حدیث یونانی و حدیث یونانی همه پیما وجه آیا هم دو برات یا برازت که پادشاه آی نام حدیث یونانی و آیا حدیث دو برات یک استپانوس نام است دیگه صدیقنوس هر دوی برات 26 گز قد آن هستا. مبارزان نامدارین بیتگتن خصوصا برات مزنه سکه ناماوری بیتا پیش تخت حدیث با کرسی زرین نشته 40,000 سوار نامزد شام بیتا یعنی سپاسالار لشکر بیتا. چون امیر نزدیک یونان پرودت عباسی گوشت نامه به جانب حدیث یونانی بلک. عباس نامه لکت اول به نام خدا و مدح خاندان ابراهیم علیه السلام. بعد این نامه هستین چه پیش امیر تاج بخش سلاطین جهان حلقه فگن گوش سرکشان جهان ام رسول آخر زمان حمزه بن عبدالمطلب به تو ای حدیث یونانی بزان آگاه به که مدت 3 سال هستین حراج ولایت تو در پایتخت 7 کشور نوشیروان به نکبات نرسته. شاه منا په گرگ باج واسطه نامزد کتا. اگه خراج 3 ساله بده در بارگاه میگا بیایه با المراد و اگر چه ای شرطان سرپیچی بکنه باندا تبل جنگ جنون گون سپایا سوار به اون حسارا یونان گو خاک کنه برابر کنو و ترا هم زنده با دار جنو. چو نامه لکت امیر گوشت این نامه که بارتین کارون چه جاگه وطی پادت سری به زمین نیرکو گوشتی اگه فرمان ببی این نامه من برم و آیه جواب گرم به خدمت پهلوان جهان کام. امیر گوشت تا نامه با کارون دیوبند داد. عمر امیه نامه با کارون داد و گوشتی هوشیار ببه ناپاکی نکنه وگرنه من ترا به دست وط کشم. حرمتا بایدن بداره. پس کارون و 100 سوار به شهر یونان رفت. در بارگاه حدیث یونانی درد حدیث چون کارونی دید بجه یار چه تختا شیرات کارونی مکه را گفت. کارونا تاج به زمین نجات گوشتی پریاد چه دست امیر حمزه عرب شیرخوار و نزان و ریک بیابان پرور که کار به جای رسته که در تمام ملک عجم مشهور بیتا
پس تمام کیفیت عاشق بیگ با جنک پادشاه تعیین کنگ آیه من ای سرزمین گوشتی حدیث گوشت ای کارون جایت کرده که اگر 1000 جانی بیتن یک که به سلامت نبارتن. کارون گوشت ای حدیث من در میان راه با ای زهر حلاحل دادم چون تدبیر تقدیر موافق نبیدتگه نوارتی. بعد حدیث کارون خلط داد و با کرسی زرینه یعنی جان پهلوانی یا نندین تی و گوشتی ای کارون ای سواران چه تو هستن یا چه عرب؟ کارون گوشتی سواران من راه چه بی آبیا مرتگم و ای سواران مال عربم و با منی تجمل واسه منی همراهی کتگم. حدیث گوشت در حق اشان چه وشه؟ گوشتی کشک اشانی مسلحت نه گوش و 15 اشانی که ببره رهای بکنه. چه ای خبر استفانوس به جوش آت گوشتی ای کارون باز به شرم و نامردیه کسی که در حق تو جان ببخشی چه جانا تیگه خطای مزنه چه تیگه اف بکنده به عزت تیگه سواران و تیگه همراه تو دیم بدن و تو آیا به ای پیما بدگویی کنه لعنت به تو باد. اگر در حضور شاه ما بیتینه ترا همین دمان ما کشته. چون استفانوس که ای خبر گوشت حدیث و کارون خاموش بیتن. بعد استفانوس سوارانی خلط داد و هر یکی به در زر و انعامی دادن. دعا به جان استفانوس کت و لعنت به کارون حدیث کت. در بارگاه امیر اتکن تمام داستان به مروتی کارون و احسان استفانوس یک یک گوشته. امیر حمزه در حق کارون و گستم سوگند یاد کو که هر وقت اشام در میدان منی بیایم به اشام صلاح نپوشم به زم هم بود اشام نکشم اشام هنچو بی صلاح من میدان توکا اشانی نامردان یعنی من چون بندم جنوب زیبین یکسان کنم. پس نامه دیگه به حدیث لکتی و عمر امیه داد. عمر امیه نامه گفت نزدیک حدیث رفت چون در بارگاه رسید حدیث خبر کد که عمر امیه که حدیث عمر امیه طلبت. عمر امیه بارگاه که استفانوس تواضع کد. حدیث گوشت یا چون هستین که به من تواضع نکنه با پهلوانم میگه تواضع کنه. عمر امیه گوشت تو نامردیه سلام من به مردان هستیم. حدیث گوشت بگیره ای ایارا چه 4 طرفا زحمان کشید با عمر امیه حمله کد. عمر امیه خنجر کشید 2-3 نفر چه پادا دوری دادن و دنبال آیه کپتن. شیشه نفت پچ کد چند نفری سود باکیان تد که عمر امیه پدا در بارگاه حدیث نامه به طرف حدیث پرتابی کو. حدیث نامه وانت و گوشتی برو ای دیو بانده ما به شما جنگی هستیم. عمر امیه بازگشت نزد امیرت تمام داستانی بازنمود کو. شب هم قرار گرفته به عشق تو که گوانزینت روچ دیگه هم که روچ نورانی ها چه دنیا چوتی نورا که روشن کو. حدیث گوشت قبل دول جنگ جت و میدان آت کنگ و لشکر و تیگا وشتاتا چه ای طرفا آفتاب اهل عرب امیر نامدار فرمان داد که شانی دهلان جواب بدن سپاه که هر سوار بیدن سپ آرایی کتن منتظر بیدن که تا کجا مرد آهنگ میدان جنتی میدان کند کجا دلاور نامه و تیگا
روشن کرد چه لشکر کپار پهلوان جولان کنام میدانت نعره ایجاد که هر که زانته که بزانته هر که نزانته هم بوشونی تا بزانته منو استفانوس یل چه ای جانب شیر سپاه سرندیبی لندهور بن سعدان شاه پیش حمزه امیر حمزه است سری به زبین ایرکو گوشتی اگه فرمان بی من در میدان برم ای یونانی بسته و بیارو امیر حمزه گوشت برو ترا با خدای سپردن کده پس لندهور و پیل منگلوسی سوار بیت و میدان آد مقابل حریف اوشتاد استپانوس گوشت ای مرد راز که تو که نام وطیگه بگشت تا به نام کشک مبه لندهور گوشت منو تاجدار دیار هند لندهور بن سعدان شاه چاکر امیر حمزه صاحب کران استپانوس گوشت هشدار دست به گرز 700 منی برد لندهور اسپر پیش و استپانوس گرز به اسپر لندهور همه پیما جد که آواز آیی هر دو سپاهش کو گو چه هر مید لندهورشی قطره آبی چکد هیچ چکد استپانوس گوشت هنو نوبت تیگ لندهور گوشت گرز وتی برد وشی وجه به پیلا ترینت یک کبه سپر استپانوس هنچو جتی که شوله آس چه گرز سپر به هوای رفت لشکران گوشت اگر ای مرد صد اسکندر بی چه ای امودا ما خطریم ولیکن استپانوس و تر مرد مردانه داشت حمله لندهوری ردی کتو کندیتی گوشتی آواز لندهور باز مایش کتا بیتا لیکن لندهورون دید پس در میان هر دوین مبارز ضرب عمود هنچو رد و بدل بید که شب درد نه اشیا پد کو نه آیا زفر بید آواز تبل بازگشت جد و هر دوین مبارزان که اشکت با آرامگاه و دیگه درد کن امیر چه لندهور جست کد چون دیده یونانی لندهور و پهلوان در تمام عالم بعد چه امیر مانند ای یونانی ما ندیده بیده پس روچ دیگه تبل جنگ جد که لشکر ما میدان حاضر بید استپانوس و میدان مبارزی طلبید یل آدیان پور شدادیان عمر مهدی کرد چه اسپا چیرات کو امیری خدمت کد و رخصتی طلبید میدان آد امیر حمزه گوشت برو طرف خدای عالم ما سپورت کتا عمر مهدی بختک گازی سوار بی در میدان درد جولانی کد استپانوس چون عمر مهدی دید همه پیما زاند که امیر همشی هستین گوشتی ای پهلوان تو امیر حمزه هسته عمر مهدی گوشت ای بی عقل مگه کور بیتگه من غلامیم دیرگه خدمتکار حمزه من عمر مهدی کرب سردار لشکر امیر حمزه عرب گوشنده استپانوس گوشت زی لندهور با آگ دو کامت در میدان من یاد کگه گومن نتونتی برابری بکن تو گوما کدی توانه جنگ بکنه عمر مهدی اگه پزولی مکن اگه هنری هستنه بنما پیش بدر استپانوس دست به عمودا برد تو عمر مهدی اسپر به سر کشه استپانوس همه پیماوشی عمود به سپر عمر مهدی جد که 360 رگای خبردار بید و خونک گازیمون ناله درد پس عمر مهدی دست به عمودا برد همه پیما به اسپر استپانوس جتی که آواز آئی هر دوین سپاهش کو استپانوس هم حمله آورد همه پیامده پس عمود میانشان چندان رد و بدل بید که روچ ما نزدیک مغرب رسید استپانوس عمود به زمین نجد دست به تیگا برد به ضرب زم میان دوینا همه انداز زم رد بدل بید که دوین پهلوان وشی که هر دوین زم چو عرق پیما بیتن روچ دیگه آواز تبل جنگ واجه چست بی
میدان پدا آرایش کو منتظر بیتن کجا مرد آهنگ و میدان کہتے ہیں. استپانوس و میدانت نعره زد که ای امیر حمزه این سرداران پر چیا دیم ده اگر مردی وقت در میدان بیا. امیر گوشت سلاح منی بیاره مکول حلبی سلاح پیش آورتن پوشتن تی و خونه که اسحاق علیه السلام سوار بید و جلوه کنان در میدان ات. وجه این کلیپ مزن بی استپانوس گوشت امیر حمزه پهلوان توه وجه شما شیا گوشتر مکلی بازی ها 30 دقت 30 وجه 30 دقت نیمه ما نزدیک 31 دقته. چند ما ضعیف هم وجه هم بیا اینه کسا که ما کوره هیچ نگینه او 31 دقت برابر 30 دقت و 58 59 همه 31. سلامت باتی وجه الله میاره.